سلام به بچه گیم، خوش اومدید به این ویدیو مثبت به شما یاد بده چطوری داخل آرسا داخل شغل مدنی استفاده کنید. ابتدا از شغلتون میایید بیرون یا با همین اسلش کد میایید بیرون. دست اومدید بیرون با این کد اسمش چیه، این داخل ثبت نام کردید، درسته؟ بعد جایی که اونجا میتونید داخل متریال ثبت نام کنید اونجاست. رفتید بلکه اونجا الان بدم به شما کداشو یاد بدم. کداشو هم شما میگم، حتما اینجا لایک سابسیا یادتون نره. اولین کد یا همون سلگانه بچه ها. این کد ببینید آیدی اون شخص، بعد اسم گان، بعد قیمت $1 تا $0 تا $752. درسته؟ یعنی من میخوام این پیستولو خودم سل بدم، درسته؟ یعنی 770. و چون کسی اینجا نیستش کانسل بدن نیست. دومی کد گان درست کردنه. بچه ها یادم رفت به شما چیز بگم، باید متریال هم داشته باشید. اون کدی که دومم براتون مینویسم همین کد دومیه. این میتونید هر گانی که میخواید درست کنید، همین گاناست. اگه گان آخری رو میخواد، یعنی کامل قوی ترین گان بازی، باید داخل شغل من آخرش به شما میگه چطوری. در رنگ 5 باید داخل شغلش باشی. خب داخل این اسلش متریال دیلیور یا هم اول متریال دیلیور میزنیم. ببینید متریال دیلیور اینجاست که متاتون رو میگیرید داخل هر شغلش. یعنی اگه رنگ 2 باشی $180 برمیداره و یک به شما این متریال میده. خب و دومی هم C4 درست کردنه. باید پیش اونجا دیلیور اونجا برید و با این دستور اونجا باید باشید و 10 کی متریال هم داشته باید باشید، درسته؟ دومی کد همون متریال لیلی گت و دومی متریال دیلیور. الان به شما توضیحش میگم. ببینید متریال دیلیور، متریال گت نقشه براتون میزنم، باشید داخل متریال دیلیور، یعنی اینجا این متریال دیلیور داخل نقشه براتون میزنم، یعنی اینجاست. برید اونجا و همین کد متریال دیلیور رو بزنید، درسته؟ الان متریال دیلیور. خب متریال دیلیور میزنیم و اونجاست. یه متریال دیلیور اونجا که قرمز رسیدید باید متریال دیلیور رو بزنید. بچه ها این ویدیو آموزش آرسا گیم بود. لطفا ساب و لایک فراموش نشه. برای ویدیوهای بعدی سابسکرایب بزنید و بعدی برای ببینم چی می‌نویسید تا براتون انجام بدم داخل آرسا. مرسی از این ویدیو که نگاه کردید. بای.